درود دوستان، حاضر یک خوش خبر خواندم، خواستم شما را بگم. عبدالله خوجاєв ورزشگری تاجیک یک هفته قبل در ابودابی ورزشگری آذربایجانی رو توران احمدov رو شکست داده بود در یکم راوند. حاضر دیدم که الان 22 اکتبر بعد یک ماه باز مسابقه داره بر ضد فیلیپ دوگلاس، ورزشگری پرتجربه برزیلیایی. فیلیپ دوگلاس 26 برد داره، 6 باخت، از 30 مسابقه زیاد داره، خیلی تجربه خوب داره. انشالله که عبدالله خوجاєv موفق میشه، دست بالا میشه در این مسابقه روزی 22 اکتبر در شهر ابودابی. برادرها در کامنت عبدالله خوجاєv رو دستگیری کنید. من باوری کامل دارم که عبدالله خوجاєv سال آینده قهرمان UAE واریورز میشه انشالله. من در این 100% باور دارم. اول خداوند، بعد انشالله که عبدالله خوجاєv میتواند در UAE واریورز قهرمان شود. برادرها عبدالله خوجاєv رو بر مقابل فیلیپ دوگلاس دستگیری کنید 22 اکتبر در UAE واریورز در شهر ابودابی. انشالله که ما عبدالله خوجاєv رو دست بالا میبینیم. من شوای خونه رفته هستم برای هم تاریکه. بچه‌ها در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. انشالله که با هم پیش میرویم و موفق میشویم. خدا یار و یاورتون بود. من نمیتونم دیدی تاریکه از سوید ممکنه اینجا اتوماتیک گیرون شود. آب گیرون شده. خیر برادرو، شب خوش.